گله چرونم گله را ممی چرونم را مرا همیشه بوزو بره را به خاطر یار نباشه کی می چرونم را مرا آخ گله چرونم گله را ممی چرونم چکی بخوریم لگشتری اشکه یا سرزمین های گیلک جو برو گیلک چیگه پایه گراه سلامتی چیکار میکنی دیگه وچپن داره بدی هر میچه دیگه چکه گیلک جو دیوال بالا نشی میبرنه که پست شما میکنم گیلک برو چری تو زید کردی پا خوب یک کش کردی پا خوب یک کش کردی چی؟ که ما دختر می ماما شاغل نمایو سیکو تو همه مردم میگم او گنده مبارک باشه خوب او امال میگم خوشوم مرتکه میگه خوشوم کلانتره گیلک برو تو برفک ما بکن تو همی دختر ماما شاغل زید نکن ولی خودی ما گرفته گیری نکن همی رضایت بده که امیر با تو بسونیم هدف ما برارمه این نیه که او زن توشه هدف ما اینه که 50-60 جریب او زمین داره اونار ما به دست یاریم اونار که به خیلی خوشی آوردیم دختر عروسی کردیم زمین های صاحب شدیم بعد از اون قراره کرده ما به تو قول بدیم به ظرف 6 ماه زن تبدیل تو بخوری تو بیاری دیگه چی بود؟ یکدگی دیگه یکدگی دیتا گیلک دیتا زن نشته باشه و اون نمیده که با زنی که تبدیل تو بسته باشه اون میاده اون با یالدون بره به سر مادر خود دیگه علم نمیدی باشه چه کارشه دوتا زن کنی چی بیتا او میگه یک که دوتا بیتاره گیلک قیافه ما میخوره اشته نمیخوره تو چی کن بدی دیره گیلک جو هیچی همراه ها چی میگی؟ نشون زمین ها خودم میده دکتر خودم میده دیگه او که بیایه مجبور مال میراسی اون مال میراس داره او که مفته نمیایه دست خیلی بیایه به زمین ها پیار صاحب میشه چی میگی گیلک؟ پیاره بگفته که من زمین ها خودم به تو میدم خود میراس میبره دیگه دختره چی میگی؟ اشته میراس خب میراس میبره براره به اینه اشته میراس اشته ای نداره حال ما و مادرم گیلک میفهمیم که او دختره گندیه 45 سال سنده اون که ما بیاریم امروز ما پیاره میمونه زمین های همه میمونه قراره کرده زمین کار صاحب میشیم براره به تو چه زد میکنی؟ پیاره میموره دیگه او به عمر خود مخلط کرده زمین داره گومال داره گیلک همیته که ما هم مردم پرسیچو کردیم باغ داره که 60 جوه انگور داره 60 جوه دیگه گیلک همه صاحب میشیم از این چی میتن یکم برارم هدف با زن کردن تو نیه هدف ما اینه که تو صاحب 30-40 لک روپیه میراث بشی دیگه و بخیر خوشی کی میموره با دیگه به این مورد دیگه گیلک میگو با عمر خود مخلط کرده مرگ زندگی هم که به دست انسان یا به دست خدای پاکه خوب دیگه چی بگو خب با شهردم بمرد میرون دختر خود میستون دختر میستون حالا تو یک رضایتی بده ما بریم آی بستونیم مجلس هوای بکنیم با اون قرار بگذار برای بعد ها اون قرار بگذار با برای بعد چی میگی؟ اوکی اوکی گیلک اوکی بابا مادر بگو زنگ زی چی بگو؟ بگو گیلک میگو زنگ میگم بزن به شرط بموره دیگه خوشحال می تو سیکو به شرط بابا را بزاره یاری گیلک عجب گپا میده باقم با ما میده دیگه همه میمونه به تو بابا ایلا گیلک خان میشم دیگه نیه اشته نمیشه حال گیلک گدایم با گیلک خان آره کی نه نه تا گوش خو بگیر براره که نمیفهمی نخ شده الو سلام علیکم اندلا باشیم خوب برارم جان شما جلتیار هستین خیلی نه دیونه مادرم کی نه مادرم مادرم مادر مادرم کی
کی؟ مادر گیلک. نانمه. آه. سلام علیکم من دارم باشین نانه شما ببخشید خیال برتکاکی کردم این به من واضح و ایده نگفت نانه کجیر بیا آمده میگه بره که تو لوزباددار کنی که 60 لک میمونه خواه نانه جو کو گندی اگر دانم بند باشه مثل مادر غوث الدین او کو ای بابا. بیلا گو و گسپند دارم باغ دارم زمین دارم 60 من نانه میگه 60 من زمینی دارم 60 جری. چی؟ 60 جری. نه چه کار کنم بابا خود شما کی میگیم خسرم کی میموره میگه نون بابا قنر میشه نانه راست میگم گیلک. خوبه نه صحیح قبول دارن گپ شما خوبه خدا حافظ قط کن نانه پشت خط قط کن آیلا نه قط کن یعنی طرف تو اوکی شد خلاص جوری گیلک قرار بسپر بابا برو بگو مایه قرار بسپر بابا 60 لک نانه میگه زمین مایه زمین باغ خوشو من بخیر خوشی سر سلامتی کم که بوم مرد میگم بینم میگن قرار که دیگه بخش کنه راست میگه بخش میکنه چکی گسپندا قم شما هم بخیر خوشی شما میخورم شما هم گسپندا دگرن که بخ قمر بدم میارم پیش شما یالا میگه شما هم دق نیاریم احساس تنهایی نکنی خوبه بیا رو من یک گوشی بکو بیا رو من یک گوشی بکو بیا رو من یک گوشی بکو که خیلی میمریم بسکو رنگ زرد تو به خاک شه فقط میگی کله تو کاسه گلر تروشیه من یک گوشی بکو بسکو بسکو یک گوشی بکو بسکو خیلما خود نمیلی بسکو دور به خیر خوشی کله پاچه تو به تا شکم خود ببینم گل بزنه یک گوشی تو هم بکو بیا یک گوشی نامردی نکو بیا الا دختر تو را مایم چی میگی شریبم قبوخی شیخونه میگی جان محبوبی همجور باشن کجور خان شکر فضل خدا کرده میری کجا میری؟ همین با برو میو به طرف خونه نانی خورم دارم بریم به خیر خوشی و گله بالاتر ایلا گرار خونوز مدار خونو سر پایدم اوه تدریک باشه کیر مایم بندم برای او تشکر باشه دختر ماما شکر گلی بالا دور مایم بگی لگ بده بلی او پو کجی کلونه گنده با این نبا خود بابا تو سر پیادی یا ته پیاد تو با کار خود تو سر تو با کار خود تو باشه با کار کسی کار نداری که بکن بابا رو خودی کلگه خب با گیلن گرار به پشه بکن بیا دو هم ریزی نبود با او را سر بلا ورده ریزی کنه با تو برو دپار بزن که گندی هم باشون کلونیه چیه خونه من به پای خوبی خود چا میگومر بدبخت نکنه برای گنده و مقبول نگرجه مگل فعلا وقتی تا گپانیه تو نمیفهمی که ما عمر همه چی پلان داری چی گپ داری او پو کجی ساییه که تو گپ میگی من کار ندارم من کار شما منطقه همون کلونه کجی هم گنده از بسته که گنده اونه میبینی به خونه بمونده کسی نمیره کجی خانه حیف برار تو گیلک نکرده که ما امیر بزی بده دیگه جا بریم آخه یک لک بیشتر بخی پیشکش جنگل نسی به کجا بری من مستایی تا برو محباقچه و در شده منو سر برو در منطقه هنمه باشه به پای خوبی تو میگو برو آرما برو ساییه دیگه تو که من برف مگه نمیکنه برو حالی ای رو چارن مای با ما یاد ده ساییه تو بیتر نه دابا میسته تو من رو چارن یاد ده تو بیده من رو چارن دی برو دم کار نمزاددار که نو بعد میفهمیم بله برو چی بکن که باید بیای برو بگیرو برو برو دیگه برو به تو میگم دست کن برو این که من پشه بود نکنی نمزاددار کنی مرداره بده خوب کاری میکنی من هیچی به می سر تو گو نفهمیدم یک منفوخه و
علف میخوری با پند من و زید دستفاقو میندازی پاشک ندم اینا رو علده بخور صبح زمستونی میاییم و مصر نمیشه که تو اینا رو همه و زید دستفاقو کنی مگر همی که خوشگاه رو بخوری سلام علیکم. و علیکم سلام سلام باشی. خیال هستیم برار شکر فضل بخیرین سلامتین چیگه پای برار ما خیال هستیم بخیریم بابا خوبه جون بخیرین چوچه پوچ خوبم شکر خانواده شما خوبین، مادر خیال جان هستیم. پدر جان همگی خوبم همه خوبم شکر شما خوبه مادر زنده شما باشی خوبم سلامت باشی ما شکر همگی سفر ما خوبم گیله گیشتنه شکر الحمدلله او هم خیال خوشحاله بلا مدام شکر بیچاره خیلی تشویش داره خیلی غم میخوره بخیقم خورده او کرده رأی چرا میکنه بیان که بریم به خونه بریم این دیگه پاقا سلامتی شما بخیر بریم باشی آخه قربان شما زنده باشی چرا برو تشویش چه کاره چی گپ به من خدا میترسون نکنه گیلم برار به یک روز سیای به سرخو بیاره به دشت و کوب روخو بره چرا نه آخه این قومی دختر ما مشاغل داره این میگه اگه به من ردم به روخو من بیرون در به یا در خاطر دادی ما تشویش میکنه به روی خمای بره چه اون روز خرج خوراک خونه و رنج و گیره و پریشونی شدن نمیفهم خون نصیب و قسمت باشه ما کینیم چه کاره این که ندیم کجیر جان آخه مادر شما اینا هنه بیامدم انا مثل که خوش کردم داده ما دیگه برار رفت بینی نصیب باشه ما چه کاره این برار ما آده دو من بیامدم گفتم من چندش بیزنه خوام بیامدن گپا زده شده خوش کردم من بیامدم سه کنم جواب ما شما چی میگی خوب میگین شمالان رمضان حالی چی میگی ما بیاین چند نفره بیاریم نیاریم یعنی جواب ما بدیم ما دل جمع کنیم کجیر جان بله به برار خو گیله کم رفتی سلام بگو رد سلام بگو هیچ تشویشی نکنه عجله هم نکو هر کاری بشه به خیر میشه بفهمیدی هر دمه که برار من میایم مشکل نداره این شو میایم سبا شو میایم شو جمعه میایم هر ساعت که میایم فقط 1 ساعت 2 ساعت 5 ساعت یا صبح با ما جلوتر زنگ زدی که ما آمادگی خود بگیریم بیایم مشکل نداره خوبه. به نون میایم خفتن میایم ما به خدمت شما خیلی بینیم خوبه دیگه ما چند نفری بر میدانیم ما بخیر میاییم خوبه با شما گپ اینه خبر فقط همین شبی که میایم امروز با من خبره بده بخیر. شماره من خودری آه. بیا که بریم به خونه سلامتی شما نون بخیر. چای سلامت باشید آخه ما و شما از این بعد ما این خواهیم خیش باشیم آخه قرار نیه که وقتا خدا بسیار با همون غربیه این که دست ما بعضا ما به خدمت شمانیم براره ما به خیر بیاییم به خدمت شمانیم بیاییم به خیر بیاییم شما مردم خوبی گیلک به چی صاف صادقی ما کیر میبینین که خود خوهرمو با تونو گذاره کرده یکم خوهرمت همین گیلک بزوی خوبه دیگه هم رنگینه آی دختر قلبنی صده وای دختر ماشاءالله قلبنی خان ما خوندن کردیم این اشتر رفیق خوشحال بخیر دیار هستی یا راستی جان جوره شکر بگو بله میرم گوشتا شدم کجا میری؟ گوشمنده تباخچه میرم گوشتا شدم بخون اون بیارم گلوش داریم خب من دو کلمه ما مال زنگ زدم تو بغضا من میگم دو کلمه گپ دارم تو نمیگذاری گوشنه شدم گوشنه شکم میگو دیدم برار تو کجیره دیدو آه میگم چون ما میریم به خسرینی به گیله فاتح فاتح میکنم به من دختر ما شکل اقل بالا یعنی تو امیر میری به تو بدم 60 لک 20 لک 90 لک سرمایه داره نه امیر بیخی به تو بدم پولم به تو بدم تو امیر میری پشتن ما نه نمیگفت اکا پولای میمونم این میراسایی کل خراب او هم گنده بفهمیدی هم سنده و بالاه خب باشه کار میشه ما پولای ما شما پیلای خسار ما میموره به خیر خوشی شما پیلای ما این بقیه 3 سال خسار ما به خیر خوشی میموره هم بومولو بحث میکنم خب بخش میکنن سه یه زن تو منطقه تبدیل نیه بستونی بخاکه من چی میفهم ما تو بقیه 3 نیو من گنده هم باشه زن من مقبوله هم باشه زن من چی میفهم گنده هم مقبوله خاطر که زمین دارم و 4 تا رانه من تمام شب تحتلیفی قد زدم من خود ننه خود شما بقیه 3 مولا اینا این پس دیگه ای خدا منطقه از من میفهمی نست تو چره او هم گنده هم سنده و بالایگی لگه بره تو نه بابا ما با برار تو کجیر بگو تن غریب مرز زده بود بگم نمایم بگو نما بگو کلونی هم گنده گیل لگ نگو که برای من کی گفته بفهمیدی که با کجیر میشه بیای خود من جنجال کنه فقط بگو من نما بگم نما بگو پشیمان شدم نما یک کلمه خوبه داشت خلاص دیگه
گنده بچه ها مردم بگم گیلک زن گنده داره. آفرین. به قصد زندگی و زمینا و 4 تا گوسفند اینا به زینا خطا نخوری. که تابدل نیه گیلک من خلاصه انا به تو گفتم. بگه به حرف می بکو می نکو. خوبه. منطقه به کجیری چی نگی که بی بره ما گفته. بخیر بشی. میره میگم لالا مردم همه میگم این گنده من امانی چی فایده داره من بستانم گنده؟ نه مام. لالا جان لالا نمازم سلام علیکم و نلوشی گیلک جان اشتن جانجر خیرات یا راستی جانجر خیرات بشنختی گیلک اشتن بشنختی آخ ما و شما لکه بشنختی بیخی در بست شناختم زنده باشین سلامت باشین یار هستی بریم شما پیار شما به سلام پیار من نبرفتم به شهر با مادر خوب بگین که دختر شما نمایه چی؟ به دختر خوب به مادر خوب بگین یا به پیار خوب بگین که بگین ماما شاگل دختر شما گیلک نمایه. گیلک جان تو چی میگی؟ تو بهوش خواستی برار تو کجیر بیامده میگه برار میبیخی روانی شده اقام خوارد تو تو ایت میگی برار جا همه مردم من میبینم و تک کشه میگم دختر ماما شاگل گندی کتی هم هسته. بعد گیلک گپا خور نازی لالا منم خاله جان من بیا یک بعد میمون دادم به سر تو ایشتا آدم نوفهمی بیدی من نمام برار به زورت به قبرستون کنه به گفت نمام برار خواه تو میگن گنده نکس که به درد هم تو بزنم تارتوخ هرچی اخروبی خوی استفاده هیچی نمیکنم من وقت بولی بیام گندر بستانم تو کم چیشما تماره فقط برار تو بیامد به من میگه که برار مقام خوارد تو بیخی شهیدهی شده مایه به روح و برای روانی شده من چون اعصاب خراب شده اونا با ما بیامدن به تعظیمین نانه من به من تلفن کرد به من نانه تلفن کرد گفتک نه جو خاطر پیار از باغ داره زمین داره باشون 60 من زمین داره چند تا گاو گوسفند داره بست هم پیار هم خوشحاله که به خیر خوشی مردک بخش میکنم من نما برا رام مردم میگن گنده بیا این دیگه بله مادر تو برار تو اینا به فکر مینن که پیار ما بوم مره که ما میراث به تو همه چه میگم بده نفتا کنه بیری تو بمره اگه برای آدم اینه که پیار ما بمره تو خواه خمه بسور بدی مرغ مرده خود دقیقه پا براتون میشکنم که به دست بیاره برو گنده جون برو که به خدا بی پیناتون وانه کنم بدر تست عاشق شده به من بیخید به لیلی عاشق به مجنون عاشق شده چه صدا خود سرخو مندازی تارتو حیف ما که خودی شما تارتوها ما خیشی ما این بکنیم خوب شد که بیامید هرچی دختیشتی شلب دادی که ما بشناختیم شما که به حیث و میراث ما شما چیش داریم اینا برای آدم اینه که پیار ما بمره که تارتوق صاحب میراثه ارمان اون مادر رو برای مگه به خاکا بمره بیکو سادی ها نمیفهمه